درود و مهر، امید فراغت هستم، روزنامه نگار. مردم گرانقدر ایران، امروز صبح با بچه ها بازی با مصر رو داشتیم میدیدیم. پس از تساوی با مصر احساس شادی در اطرافیانم ندیدم، دوستانم ندیدم و دلیل اون رو در نحوه گفتار و رفتار فوتبالیستای فعلی دیدم. مردم دوست داشتن فوتبالیستای فعلیمون شبیه به انسانها رفتار کنن و از قوه اراده، اختیار و انتخابشون استفاده کنن. معلومه که مردم از انسانهای کوکی خوششون نمیاد. وقتی مهدی طارمی شب عاشورا میاد استوری تسلیت میذاره، یعنی این آدم درد و رنج و ظلم رو متوجه میشه. برای یک بار که شده به همراه دیگر فوتبالیست‌ها از مسئولان جمهوری اسلامی پرسش میکردن که به چه دلیل اون کشتار فاجعه آمیز دیماه خونین 1404 رخ داد. خواست و مطالبات معترضین در کف خیابان‌ها مگر چه بود که باید با گلوله پاسخشون رو میدادن؟ اینکه تروریست ها چه کسی بودن؟ مگر نباید فوتبالیستا آینه رنج مردمانشون باشن؟ آیا واقعا فوتبالیستای فعلی کشورمون که بخشی از مردمون رو تیم جمهوری اسلامی و بخشی به اصطلاح تیم ملاها مینامند، آیا خودشون نمیتونستن قد و قواره خودشون رو افزایش بدن و پا به پای مردمان خودشون زندگی میکردن؟ رامین رضاییان میگه که شرمنده که نتونستیم مردم رو شاد کنیم. وقتی که شادی مردم براشون مهمه، چرا نباید غم و اندوه مردم براشون مهم نباشه؟ چرا نباید به فکر پدران و مادران دادخواهی باشن که خون فرزندان بیگناهشون در دی خونین 1404 روی زمین ریخته شده؟ مگر این پرسش‌ها رو میکردن چه اتفاقی براشون میافتاد؟ انسان تا زمانی که زنده است باید مانند انسان زندگی کنه و از قوه اراده، اختیار و انتخابش استفاده کنه. به امید ایرانی آباد و آزاد.